اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الدرس الاول، درس یکم. هو وی، آن اشاره به سوی مرد. هم ویها، مردها جمع، یعنی مردهای زیاد که باشد هم، آنان. انت تو، مردانه. انتم شما، مردها صیغه جمعی مرد که باشد انتم، یعنی شما مردها. انا من، مردانه و زنانه. نحن ما، این هم فرق نمی کند مردانه و زنانش. کبیرون کلان مرد. کبارون کلانها مردها. صغیرون خرد میده مردانه. صغارون میده ها خردها، این هم مردها. خب این 10 لغت برای حفظ است. این 10 لغت باید حفظ کرده شود. با این 10 لغت در پایان کلمه تیار کرده شده است. ببین، هو کبیرون، وی کلان است. هو وی اشاره به سوی مرد، کبیرون کلان است، کلان. هو کبیرون، وی کلان است. هم کبارون، ویها کلانها هستند. هم ویها اشاره به سوی مرد، مردها. کبارون کلانها، یعنی ویها کلانها هستند. انت صغیرون، انت صغیرون، تو خرد هستی، میده هستی. انت تو اشاره به سوی مرد، صغیرون خرد میده. انت صغیرون، تو میده هستی. انتم صغارون، شما میده ها هستید. انتم صیغه جمع شما مردها. صغارون میده ها، شما میده ها هستید. انا کبیرون، من کلان هستم. انا من کبیرون کلان. انا کبیرون، من کلان هستم. نحن کبارون، ما کبارون کلان ها هستیم. نحن ما کبارون کلان ها. نحن کبارون، ما کلان ها هستیم. هو صغیرون، وی میده هست. هو وی صغیرون میده. هو صغیرون، وی میده هست. وی مرد میده است. هم صغارون، ویها میده ها هستند. ویها مردها خردها هستند. انت کبیرون، تو کلان هستی، تو مرد بزرگ هستی. انتم کبارون، شما مردها کلانها هستید. انتم کبارون، شما مردها کلان هستید. انا صغیرون، من خرد هستم. نحن صغارون، ما خردها هستیم، ما میده ها هستیم.
این است درس یکمی زبان عربی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.